مدرسه رفتم نیمکت اول دور دوم رو با اعلام چیزی که من قبلا اعلام نکردم اعلام میکنیم چون برای ثبت میشه. امروز شنبه 16 دی سال 1391 مطابق با 5 ژانویه 2013 سمینار اول با شرکت مریم محسنی فعال کارگری و فعال زنان از طرف سازمان کارگران انقلابی ایران برای کارگر هیئت اجرایی و سلام زیدی عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری حکمتی است رو اعلام میکنیم. یه چیزی که به من گفته شد اسم برگزار کنندگان درست مطرح نشده. برگزار کنندگان شورای دفاع از جنبش کارگری در ایران خودتان بارک هستن. فکر کردیم که بین 3 دقیقه تا 5 دقیقه به سوال کنندگان وقت بدیم، سوالشون رو مطرح کنن، میخوان سوالشون رو باز کنن. دوستی خواسته که یک وقت بیشتری بهش داده بدیم چون مطلب بیشتری رو میخواد باز بکنه. اگر که اصطلاح کسی مخالفتی نداره این کار رو بکنه. بعد من الان یک لیست باز میکنم. لیست اول کسایی که میخوان سوال بکنن. وحید نکته داشتم بپرسم از شما. بفرمایید. من سوال ندارم، نظر دارم. خب شما نظرتون رو بین 3 تا 5 دقیقه میتونید مطرح بین 3 تا 5 دقیقه چون این مواضع رو مثلا میشناسم که چی میگن. خب مواضع رو نقد دارم. شما چیکار کرد بعد دیگه نباید صحبت نمیشه. یعنی نقد صحبتایی که شده دیگه. مثلا میاد نقد صحبتای مثلا خانم محسنی یا مثلا فرق نمیکنه. خب بیشتر به جهت مثلا نحوی اداره جلسه داره میپرسن. اگر اینطوری که پرسش هست آدم میپرسن مثلا آقا شما منظورتون از فلان چیه؟ توضیح بدید. یه وقت هم هست که نه نظر رو میشناسی نقد داری. میخوای نقد بگی و نظر چیز رو توافق رو متوجه نقد کنی. میگه چیکار کرد؟ چون سمینار هست میپرسم و اگر سخنرانی بود فرق میکنه. سخنران میاد سخنرانی میکنه اون گوش میده بالاخره استفاده میکنه بعدش هم خودش میره. چون سمینار رو میپرسم. من یه لحظه من اسما رو بگیرم بعد من پیشنهاد میخوام بگم برای این مسئله. خب همون نگه دار. من کسایی که میخواستن سوال بکنن اسما رو بگیرم. صحبت کرد که عزیز جان من اسما رو بگیرم بعد شما نظرتون رو بدید. خب کسایی که سوال داشتن شما اسمتون رو محسن آکو خب توی رابطه کی شما هم سوال دارید؟ مهداد. بله. وایستاده بگو. خب مرساد. خب کس دیگه؟ رفیقون همیشه توضیح داشته. من توضیحم این بود، من همین رو خواستم بگم که با توجه به اینکه الان متوجه شدیم که زیاد نوبت گرفته نشد و اگه الان میشه اون کسایی که کامنتر دارن توضیح دارن پیشنهاد
پیشنهادم اینه که یه مقدار وقت بیشتر به اونا داده بشه که بتونن بحثشون تو مدت برسونن، چون سوالات معمولا زیاد وقت نمیگیره. این میگن که دیدیم اسامی زیاد نه و اینکه وقت اونا ضایع نشه نظراتشون رو بدن سوال من الان 9 نفر تو لیستم دارم، به احتمال زیاد دور دوم تعداد سوال کننده بیشتر میشه. ما به خاطر که یه چارچوبه‌ای بتونیم براش بذاریم بین 3 تا 5 دقیقه به هر نفر وقت بدید که 2 ساعت ما وقت داریم، ما میتونیم 12 تا 24 نفر بتونیم بگیریم. خب اینه که بعد جوابم باید بدم. الان 9 نفر تو لیستم. رفیقم قرام توضیح داشتی؟ نه من فقط می‌خواستم بگم شما این نظر من در رابطه با کسی که می‌خواد نظر بده روی نظر سخنور همون 3 تا 5 دقیقه رو می‌تونیم بهشون وقت بدیم، در غیر صورت وقت دیگران نمی‌کنیم. اوکی. یعنی حق نظر دادن برای همه هست. درست. ما با چیزی که شما مطرح کردیم موافقم. شما می‌تونید که مثلا نقدتون رو بکنید، منتهاش در بین 3 تا 5 دقیقه. ببخشید من چون حالا اگه بشه دسته دقیقه گفت دیگه ما این رفقا رو مجبور کردیم تو 40 دقیقه تمام بحث رو میشه نمیخوام چه باید تلاش بکنیم. میخواید اسمت رو بنویسم؟ بنویسیم. نفر سوم بودی اسمشون نباشید. من از جلسه میپرسم رفقایی که بیشتر وقت میخوان موافقید که بهشون وقت بیشتر بدید؟ اگه من به نظرم به همه اگه داده بشه، یعنی به چند نفر خاص. الان شما از یه نفر صحبت کردید که بهش وقت دادین از قبل. نه ندادم. سقف همونم بذاریم. سقف همون نگاه کنیم. آره سقفشو بذاریم برای همه بدونن که چه کسایی هستن که میخوان نظر بدن. یعنی بگم اعلام کنم ما بدونیم که درسته. یکی آقای هلمان اربابی خواستن یه مقدار وقت بیشتر خواستن، بین 7 تا 8 دقیقه خواستن. این رفیقمون که اینجا نشسته میگه میخواد نقد داشته باشه شاید از 5 دقیقه بیشتر بشه. اگه همه موافق باشن. جان من پیشنهادم اینه که رفقایی که وقت بیشتر میخوان، صحبت‌های بیشتری دارن، سمینارهای بعدی بهشون وقت داده بشه بشینن صحبتشون رو بکنن. بله. چون یه قضیه پیگیر این دفعه که دفعه اول و آخر نیست. من خودم یه پیشنهاد دارم. من فکر میکنم که کسایی که وقت بیشتری میخوان اگر میتونن به اصطلاح تقسیم کنن صحبتشون تو وقت بعدی هم صحبت بکنن. اگر که به اصطلاح چون این نظر جمع دیگه نه؟ یک پیشنهاد من مشخص کنید سقف اضافی تا چند دقیقه؟ میگم 8 دقیقه. 8 دقیقه. میتونم یه نظر بدم؟ به عنوان برگزار کننده این سمینار من پیشنهاد بکنم که از جمع نباید پرسید، شما به عنوان رئیس جلسه تصمیم میگیرید که بین 3 تا 5 دقیقه به همه وقت میدید. ما جلسه رو برگزار کننده شما هستید اصلا آقا. یعنی تصمیم بگیرید که بین 3 تا 5 دقیقه باشه و کسی هم نظر داره تو جلسات بعدی میتونه نظرشو بده. ما میتونیم سمینار دوباره برگزار بکنیم با کسایی که نظر خاص دارن یا خودشون سمینار برگزار کنن، ما بتونیم توش این شرکت بکنیم. 3 تا 5 دقیقه حداکثر 5 دقیقه است. پیشنهاد خودتون هم خوب بوده. 3 دقیقه بله. بعدیتون تو بحث بعدی. باش پس من سعی کردم که روی یک مقدار دموکراسی رو رعایت بکنم با اینکه ما برگزار کننده ایم از جمعی که به اصطلاح استقبال کرده از این قضیه اینکه چیز دیگری باشه. مرسی. خب من از آقای اربابی میخوام که به اصطلاح سوال کننده اول تشریف بیارن. بعد هر کسی که میخواد میتونه بیاد اینجا بشینه سوال کنه، نمیخواد میتونه، چون از اینجا نشستن یعنی این که داخل فیلم میشید. نمیدونم پخش بشه. با درود دوستان، من بالاترین تلاشم اینه که کوتاه سخنم رو برسونم. من
نخست اینکه ارزیابی یک پایه هست، تو هر ارزیابی و نقد از خود و کار خودمون یک پایه هست توی همه کارها و چقدر خوب است که این گونه کارها در راستای نقد و ارزیابی انجام میشه. برداشتی از خودمون گذشتهمون بکنیم، بسیار خوبم هست. برای ارزیابی من کفش تابان دارم سخن میگم، دستم گم نکنیم دارم. ببین، برای ارزیابی درست در یک پدیده ما باید همه ماده ها و یا زمینه ها، فاکتوری که به یک پدیده پیوند است باید بررسی کنیم و از درون این هست که ما میتونیم به یک راهنمود درست برسیم. ما نمیتونیم یک تیکی رو ببریم رو همون کار کنیم از سراغ دیگر بخش هایی که ای چه بسا بسیار مهم هم هستن نکنیم. تلاشی که دوستان راه انداختن من بسیار گرامی میدونم و بسیار میستم کارتون رو و کار خوبی است. امیدوارم که این تلاش شما ببره به جایی که ما بتونیم سراغ اون گره ها و دشواری که فرارویمون هست از اونا بیرون و به جایی بکشیم. برای اینکه ما ارزیابی درست انجام بدیم، به باور من باید جامعه رو نخست یک شناخت فراگیر از خود جامعه داشت. ما نمیتونیم که کارگرانمون رو از جامعه جدا کنیم و دیگر بخش‌های جامعه رو باید بررسی کنیم. ما در اون جامعه لایه‌های بسیار گوناگونی هستن، اینها رو ما باید ببینیم، نهادهای قدرت، نهادها، اینها رو باید بشناسیم و اون هنگام هست که ما میتونیم اگر طبقه کارگر رو بخوایم راهبری سیاسی جامعه رو از اونها بخوایم به درستی بتونیم این خاصه ازشون داشته باشیم. ما نمیتونیم ما کارگران رو در یک اقلیم جداگانه بررسی کنیم. ما تا زمانی که نهاد ارزیابی درستی از نهادهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جامعه نداشته باشیم، لایه‌های گوناگون جامعه نکنیم، چه بسا ما همچنان در بیرون از میدون‌ها خواهیم بود و راه هم به جایی نخواهیم برد و شاید البته من بر این باور هستم بزرگترین فاکتورش هم همین هم هست که ما تاکنون این گونه نگریسته ایم، ما نتونستیم خودمون رو گره بزنیم با دیگر بخش‌های جامعه. تاریخ 100 ساله جهان بسیار دگرگون شده. کارگرانی که ما در 100 سال پیش داشتیم امروز نداریم. ما در 100 سال پیش همچنان که سخنم بسیار خوبی گفت مریم و من میخوام دنبال سخنش بگیرم، در 100 سال پیش کارخانه هامون بزرگ بودن، همچنان هستن. شمار کارگرانمون بسیار بزرگ بودن، امروز بسیار کاسته شدن اینها. در همین کشور سوئد 70% نیروی کار در بخش خدمات هستند. تازه 30% دیگه هم همینا کارگر نیستن، یعنی که نیروی کار و نیروی کارگرمون بسیار کاهش یافته. ما می‌خوام اینا رو ببینیم، ما سخن اینا رو ما با شناخت از اینها سپس ما بریم سراغ سازماندهی، سراغ برنامه‌ریزی ها، سراغ این که چگونه تشکل پیدا کنیم، چگونه نیروی کارمون رو به کار بگیریم برای اون آرمان بلندی که داریم. ما اون هم آرمان بلندی که ما داریم که خود من هم سقفش باور دارم، برابر اجتماعی، سوسیالیسم، ما باید اینها رو بدونیم. تا اینها رو ندونیم نمیدونیم. در پدن با ایران من دنبال سخن مریم خانم مریم رو میگیرم، گفت که ما 20% از نیروی کارگر ما در کارخونه ها هستن، کارخونه بیشتر از 100 نفر و این 80% اینها بیرون هستن و تازه اکنون هم بسیار روزگار هم بدتر شده. پس این یک شناخت بسیار خوبی باید بهمون بده که اینا رو ببینیم، سپس به کمک این دانش ما سازماندهی خودمون رو بکنیم. ما پیوسته از چیزهایی بگیم که پا رو زمین نداشته باشه. ما اگه پایمون رو زمین خشک نباشه، بر روی داده‌های جدی کار نکنیم، همیشه ما رو هوا خواهیم موند و این دشواری بزرگی که به باور من جنبش‌های برابری خواه همیشه باش درگیره. چقدر موندم؟ آره، سخنی که من میخوام در دنبال سخن خودم بیارم، یک سخنی رو مریم به میان کشون گفت که ما اگر بتونیم سازماندهی رو بر پایه کوی و برزنها بکنیم، یعنی که بریم سراغ خونه ها و محله ها، این میتونه یک ایده خوبی باشه. من کاش میتونستم با زمان بیشتری رو بازش کنیم، ما که سازماندهی های ما باید دگرگون باشه. ما کارگران گذشته رو نداریم، کارخونه های بزرگ بون معنی در گذشته نداریم. ما چه کنیم؟ ما چه سازماندهی باید انجام بدیم تا بریم به سوی اون آرمان های بلندی که ما داریم. ما و یک سخن من میخوام به سخن خودم بیافزام، اون هم چون نمیدونم چقدر باز فرصت پیدا بکنم، اون هم اینه که تا زمانی که نیروهای سیاسی
به ویژه نیروهای چپ اینها پیرامون خواسته های چپ به هم گرده هم نزدیک نشن و دست بردار از اون آرمانگرایی های بسیار آسمانی، ما دشواری خواهیم داشت. منتظری نباشیم که ما یارمان باید خوش خط و خال باشه، گوشه لبش خال زیبایی باشه. ما از این چیزا بیایم پایین‌تر، با همکاری با دیگر گروه‌های مارکسیستی یا دیگر گروه‌های چپ، از نگاه من با تفاوت‌های این ور اون ور یک پایه هست. بویژه ما هی دنبال آرمانگرایی بسیار خشک باشیم، هرگز به هم نزدیک نمیشیم و هیچگاه هم راه هم به جای نخواهیم برد، همچنان کوچک و کوچکتر هم میشیم. من سخنم به پایان بتونم که گویا زمان تنگ است. درست جان؟ تمام شد. مرسی. خب رحیم، من سوالی رو که برام پیش اومد بر اساس گفته هر دو سخنران عزیزمون بود که هر کدومشون از یک سازمانی به نمایندگی یک سازمانی هستن. سوال مشخصه من از مریم هست. مریم موردهایی رو در رابطه با تشکل ایجاد کردن عنوان کرد و نقطه ضعف‌هایی را هم در رابطه با تشکل یابی در ایران عنوان کرد و عنوان نمود که مقداری از این تاکتیک بوده که جمهوری اسلامی پیش گرفته و تاکتیک‌ها را عوض کرده، من جمله مثالی رو که در رابطه با شرکت نفت و قسمت‌هایی را از شرکت نفت رو جدا کرد و شعباتی به وجود آورد و همچنین قوانین کار رو که به صورت قراردادی درش آورد که خیلی جالب هست و در رابطه با این راهکار هم داد. ولی سوالی که برای من پیش اومد در همین زمینه هست که مریم عزیز، در گذشته هم ما سازمان هامون متشکل‌تر بودند. چه اتفاقی افتاد که منفردینمون زیادتر شدن؟ یعنی ما کمله رو میبینیم که یک سازمانی بود که خیلی گسترده بود. چی شد که از دل کمله سازمان‌های دیگه‌ای به وجود اومدن، انشاءهایی شد؟ آیا این هم تاکتیک تشکلیابی بود یا تعهد به اصطلاح تشکل‌های بیشتری ایجاد شدن، یا اینی که ما هم تاکتیکمون عوض کردیم؟ مثل هم این چون میگه به اصطلاح مسائل گذشته چراغ راه آینده ماست و الان در مسئله تشکلیابی در خود سازمان‌ها هم ضعف داره و ما اگر به نظر میرسه اگر راه و چاره‌ای برای خودمون به وجود نیاریم که هی ما انشاءات پیدا نکنیم، هی کسی که در یک سازمانی هست نره به سمت و سوی انفرادی مستقل اعلام کردن، ما هیچ کاری دیگه از دستمون بر نمیاد که بخوایم اون مرحله رو اجرا بکنیم و تشکل ایجاد کنیم، تداوم بدیم به این تشکل. و من چیزی رو در رابطه با شما دو تا عزیز، یعنی نقد به خود ندیدم. ما متاسفانه همیشه بچه‌هایی که لیدرهای سازمان ها هستند و به عنوان سخنران میان، هیچ وقت نقد به خود رو در دستور کار خودشون در سخنرانی هاشون نمیذارن و من علت این کار رو از شما سوال میکنم. اگه موافق باشید بذارید بعد سوال همه مطرح بشه. اگه سوال رو بکنم باشه، آره شما میدونید. خب شما حالا من فکر میکنم که یک مشکلی هست در همراهی نیروهای چپی. اون عبارت این است که ما به مبادئی که در واقع سالهاست که اونها معتقد هستیم، اونها رو مطرح میکنیم، اینها رو مورد بحث قرار نمیدیم با هم دیگه.
مثلا من از مجموعه صحبت‌های این رفیقمون در رابطه با مسئله سازماندهی جنبش کارگری 3 تا جمله گرفتم فقط که بقیه‌اش به نظر من شعار بود. آسمایی بده فکر اونا رو بزنیم کنار. 3 تا جمله بود. میگفت که شورا مجامع عمومی کارگری و کمیته‌های کارکنه در حوزه سازماندهی داشتیم بحث می‌کردیم. شوراها که مربوط به دوره‌های انقلابی هست. یعنی مثلا شما تو ایران نگاه بکنید فقط تو نقطه اوج جنبش انقلابی ما شورا داشتیم. از این دوره تا الان که ما شورا نداشتیم. اگر شما مسئله‌تون در سازماندهی جنبش طبقاتی وارد این است که شوراهای کارگری رو تشکیل بدید، معناش این هست که دنبال این هستید که موقعیت انقلابی در جامعه تشکیل بشه. این یک سازماندهی اساس کارگری که نیست که مشروط میشه اون وقت به اینکه جامعه شرایط تحولش به جایی برسه، نقطه انقلاب برسه، شرایط کارگری شکل بگیرن یا نگیرن. بنابراین تا نقطه اوج جنبش انقلابی شما اصلا سیاست ندارید در طبقه کارگر. منتظرید یک روز سعی برسه که طبقه کار خودش کارایی بکنه و بره اونجا شورا شده. این شورا مجامع عمومی رو بگید. مجامع عمومی در طبقه‌ای که ساختارش عبارت این است که 80% نیروی کار شرکت‌های کوچک چجوری میتونه مجامع عمومی نمایندگان کارگر انتخاب بکنن؟ آخه چرا یه چیزی میگید که اصلا با موجودیت طبقه کارگر و ساختار طبقه کارگر شما یک جا مجامع عمومی بده تو کارخانه‌های 35 نفری کارفرما فردا 2 تا اتوبوس بره همه رو اخراج می‌کنه 20 تا کارگر دیگه میاد که با حقوق ارگونته با قرارداد موقت یک ماهی نرسه کنه بزن. بنابراین شعار مجامع عمومی پاسیفیک بود. بیدلیل نیست که 3 دهه است که انشاءات مختلف حزب کمونیست کارگری این رو مطرح کردن و هیچ جا نرسیده. شما میگید کجا ما مجامع عمومی کارگری داریم؟ طبقه‌ای که 60% نیروی کارش تو کارگرهای 10 نفر یا 20 نفره هست با قراردادهای 1 ماه کار میکنه تحریم زده دمارش در آورده کجا مجامع عمومی تشکیل بدن؟ مریم خیلی قشنگ توضیح داد تو کارخونه‌های بزرگ خیلی بسیار فلان اینا اصلا توربینای مداربسته میذارن نفس بکشی. چجوری میخوایم اونجا مجامع فلان تشکیل بدیم؟ بنابراین شکل دوم سازماندهی هم حرف بزرگ برای نظر داریم. کار عملی نیست. طرحی نیست که امروز برید توی کارگاه بتونید انجام بدید. همین الان. میمونه چی؟ میمونه مسئله کمیته‌های به اصطلاح چیز کارخونه که میگید. این کمیته‌ها شما میخواید بگید که فرق بین حزب و طبقات درک میکنید یا نمیکنید حزبشون. مسئله شما بحث شما سازماندهی طبقه است یا سازماندهی کمونیستاست. اینو تکلیف ما روشن کنیم. ما میگیم که کمونیست‌ها هم باید سازمان پیدا کنن ولی بنیاد تشکیل حزب بایستی بر بنیاد تشکل طبقاتی باشه. نمیشه که شما طبقه‌ای داشته باشید که 2 نفرش با هم متحد نیستن، تشکل نداریم، 30 سال جون کندیم، یک دونه سندیکا داریم که گاگایی مثلا فرض کنید یه اعلامیه در حد میتونن بدن. اینجا شما میگید مثلا میگید کمیته‌های کارخونه چیکار کنن؟ اون کمیته‌های کارخونه اعضای حزب شما هستن، سلول‌های حزب شما در داخل کارگران هستن یا نه تشکل اخص طبقاتی خود کارگران هستن. این رو تفکیک بکنید. این مسئله سوم. تا زمانی که اینو تفکیک نکنید مسئله عادی دیگه یک فرقه سیاسی دنبال اینه که میخواد بره تو داخل طبقه یار بگیره، عضو بگیره. مثل همون کاری که بورژوازی داره میکنه عزیز من. حالا فردا اگر این فرقه به هر حالا فرض کنید اسم فرقه‌اش بزنید راه کارگر. فرق نمیکنه که به هر دلیل این فرقه ضربه خورد راه شکستن طبقه چی میشه؟ 30 سال ما این رو تجربه کردیم. بنابراین میگم آقا سرمایه‌داری بعد از سوسیالیسم خوب است ما خواست فلان اونا همه بزنیم کنار. اونا همه میگن حزب تو دم تعالی میگه. اونا بزنیم کنار. بگید همین الان برای سازماندهی طبقه شما چه دارید؟ میخواید چه بکنید؟ من یه قشنگ گفته دیگه گفت آقا میریم توی محلات زنان رو سازمان میگیم به خاطر اینکه زنان محور معاش خانواده هستن. تو شرایطی که جامعه در فرو میپاشه کارکنان یکی که تعطیل میشه اینا اونجا رو باید توجه کنید. سازماندهی در اوقات فراغت. شما چی میگید؟ در شما چیه؟ چیزی نمیگید. حرفی رو میزنید که 3 دهه پیش هم زدید. 3 دهه است که دارید شعارها رو میدید که هیچ کدام پیش نرفته. بقیه ها که این شعار ندادن عزیزان بالاخره یه سندیکا زدن یا نزدن. بعدش هم برای شما من خیلی معذرت میخوام وقتی بیشتر میگم فقط 2 جمله دیگه بگم. برای شما تو نظریه شما مشکل فقط این نیست که شورا یک عبارت بزرگی است که تا مقطع انقلاب وظیفه خاصی بر دوش فعالین کارگری حزب شما نمیگذاره. مثلا فقط این نیست. مثلا اینه که
و شما با منطقی با درکی که از موقعیت انقلابی دارید اونجا هم مدار بسته است. چجوری مدار بسته است؟ شما میگید که از یک طرف مسئله تشکیل شورا به مسئله موقعیت انقلابی مشکوک است، از طرفی درک خاصی از موقعیت انقلابی دارید که بر اساس اون فقط موقعیت انقلابی موقعیتی است که خود طبقه کارگر با پرچم خودش وارد میدان شده باشه. یک جنبش عمومی ضد دیکتاتوری سال 88 رو شما اصلا موقعیت انقلابی درک نمی‌کنید. فرصتی برای سازماندهی طبقاتی طلب نمی‌کنید. میگید جنبش طبقات دیگر از اخ است. بنابراین اونجا هم دنبال یک جنبش خاص و خلوص طبقاتی انقلابی کارگری فلان هستی که به بار صحنه. خب عزیز من اون جنبش نمیاد بار صحنه برای اینکه باید امروز اون سازمان بدی. امروز اینو نمیتونی سازمان بدی برای اینکه منتظر شرایط انقلابی هستی. شرایط انقلابی هم که بیاد که نمیتونه سازمان بدی. اینو بهش میگن چی؟ 22. اینو بهش میگن که پاسیفیسم، رفرمیسم و آنارشیستی در قالب شعارهای بزرگ. اولتون چیه؟ متشکرم. دورو بستم. دورو ما دورو میبندیم موقع کاری کنیم که آبونه درست کنیم. دورو رفته روز این کار انجام ببخشید. دورو دوام نفر برای عکس بده رفته. دوستان میذارم اونجا بیازش اینم زحمتشو بکشید. با سلام به رفقا و خسته نباشید و تشکر از همایشی که برگزار کردیم. من وقتم زیاد نمیگیرم، یه علاقه من بودم یه سوالی از دوستمون خانم محسنی بپرسم در رابطه با تشکل مستقل و تعذب کمونیستی کارگری. صحبت کنید که من خودم میگم که بیشتر خونه میشم یه خورده ناروشنی احساس میکردم. ممنون. مرسی محسن. نفر بعدی آکو. خدمت همه دوستان و رفقام، من یه سوال داشتم خدمت دوستمون آقای زیجی. خواستم خودم به عنوان یک کارگر این سوال رو مطرح کنم که منظورتون از ایجاد حزب طبقه کارگر چیه و چگونگی تشکیل اون؟ یه خورده بیشتر اگه شد توضیح بدید این رو ممنون میشم. متشکرم. شاید نه. امیر. با سلام و تشکر و با تشکر از برگزار کنندگان این سمینار و با امیدیم که بشه این سمینارهای دنبال کرد. همینجا هم بالا بیستید و ببینید. بلند هست. خب خیلی جور ما کم دیگه زیاد می‌بینیم. نه ما پشت ستون بود. به هر حال من راستش این بحث رو خواستم با مریم داشته باشم. بر سر تشکلیابی کارگران اشاره داشتید به اینکه از موانع اصلی و پایه‌ای خود موجودیت نظامه. بعد هم به این موضوع اشاره داشتید که از منظر شما با پچ نمیشه این عرصه مبارزه مطالباتی رو پیش برد، بلکه به یک سطحی از علنیت باور دارید. پرسش مشخص من اینه که در اساس نگاه شما از علنیت با توجه به نوع نگاهی که به هار بودن این نظام دارید، به کارگر ستیزی، به تشکل ستیزی، به هر سطحی در واقع از پیگیری کارگران بر سر مطالبات خودش، خود مضمون علنیت رو چگونه می‌بینید؟ آیا درکتون از علنیت با مضمون قانونیت مبارزه یکیه یا اینکه نه اینا دوتاست و برای علنیت هم یک سطح معینی در واقع تعریف خواهید؟ و خودم به امر تلفیق مبارزه علنی و مخفی تو شرایط اجتماعی جمهوری اسلامی میاندیشم به دلیل همون خودویژگی که شما برای جمهوری اسلامی تعریف کردید. همین.
ممنون میشم که نگاهتون رو نسبت به علمیت مد نظرتون توضیح بدید. خب 5 نفر 6 نفر صحبت کردن، سوالاتشون مطرح کردن. کدوم از رفقا میخوان اول شروع کنن؟ که اول سوالات از شما شروع کنم. در مورد اون سوال رفیقمون که گفتن تشکل مستقل و تعصب کمونیستی کارگری رو، تشکل مستقل سازمان، یعنی در واقع ظرف سازمانیابی کارگریه. تعصب کمونیستی که منم بهش باور دارم، اعتقاد دارم، بخشی از کسایی، یعنی آگاهان به سوسیالیسمه، یعنی کسایی هستش که به واسطه آگاهی سوسیالیستیشون متشکل شدن، یعنی میخوان که نظام رو برگردازن، نظام سرمایه‌داری رو آگاهانه و نظام سوسیالیستی رو برقرار کنن، ولی الزاماً تشکل کارگری چه چیزی نیست. مثلا الان 8000 تا کارگر سندیکای شرکت‌های در روز انتخابات سندیکاییشون حضور داشتن، اونجا رأی دادن. از این 8000 تا شاید اگه برید بپرسید 1000 تا هم که میدونن خودشون و خانواده‌هاشون دستگیر شدن. یعنی یه شب تو حمله که به سندیکای شرکت واحد کردن دیگه بهش چیزی هم نمونده، نزدیک دیگه 4 بهمن سالگرد دیگه 300 تا کارگر سندیکایی رو اونجا دستگیر کردن، در صورتی که و همچنین خانواده هاشون 300 تا فقط کارگر دستگیر کردن. حالا از اون 300 تا کارگر بپرسی که چی شد، چرا شما به واسطه چون سوسیالیستین؟ میگن نه ما اعتراض داریم. خب ما اومدیم نمیدونم 6 تا ترمینال رو از کار انداختن، تهران قفل شد به هم، یادمون هست دیگه. 6 تا ترمینال رو به طور کلی اتوبوسشون از اون در نیاوردن. اگه اینکه مهم نبود که خب نمی آمدن که حالا جلوشون رو بگیرن. تهرانی که سرصداش همه جا پیچید و اومدن دستگیرشون کرد که مجبور شد قالیباف بیاد توضیح بده و برگرده بگه که سعی میکنیم جبران کنیم. یعنی مجبور کردن قالیباف رو تو جمعشون بیاد حاضر بشه و به اصطلاح زیر سوال بردنش. ولی ازش بپرسیم مثلا نه الزاماً این نیست. اصلا در جریان اینجور مسائلی که کم کم بخشی از همین کارگرها به این نتیجه میرسن که که راهی واقعا جز براندازی نظام هست. همین پروسش هم نگاه کنیم اینطوری هستش. یعنی بخشی از کارگرایی که به مرور متوجه میشن که جز براندازی نظام راهی برای بهتر شدن زندگی نیست و این فقط مربوط به وقتی که ما صحبت میکنیم انتظار نمیکشیم برای روز خاص موعود که حالا کارگرها بریزن در صحنه. یعنی فکر میکنم که اگر بخوایم جدا در جواب پاسخ به شما، تشکل مستقل ظرف سازمانیابی کارگریه، ولی تعصب کمونیستی بخش یعنی اون سوسیالیستان بخش آگاهه، یعنی آگاه به سوسیالیسمه و به واسطه اندیشگیش اینجا متشکل میشه و به اصطلاح تحزب رو قبول داره. در مورد تلفیق کار علنی مخفی، من فکر میکنم که هر سطحی از سازماندهی کار به هر حال یه جنبه‌هایی از مخفی کاری داره. مثلا اگر فرض کنیم که هم اون امضایی که ما جمع کردیم برای اعتراض به رفسنجانی سال 67 که 9 آذر 67 بود که تو نماز جمعه از صیغه دفاع کرد، عموم کارگران درگیر مثلا، ولی اینکه ما مثلا چند نفری بین خودشون چجوری هماهنگ کردن که کی فرض کن بره امضا جمع کنه، به هر حال این از چشم این چیزیه که بین خودمون مطرحه. یعنی که به هر حال این جنبه از کار که نحوه سازماندهی که یه تعداد جزئیاتش یعنی در واقع بیشتر مربوط به اون تعدادیه که بیشتر
میشه گفتش که جلو میفتن. ولی در اگر من بخوام تاکیدم رو علنیت بگم، فکر میکنم که اینه که حداقل میتونم بگم که تو چپ ما دید مخفیگرایی زیاد بود. یعنی مثلا وقتی دهه 60 رو نگاه میکنید، اگر تجربه مثلا دهه 60 رو بیایم بررسی کنیم، این که به واسطه همین این نگاهی که خیلی از عناصری که اعتقادم دارن به جنبش کارگری و سازماندهی، ولی وقتی که وارد کارخونه ها میشن برای سازماندهی زیاد کاری نمیتونن بکنن، زیاد منشأ اثر نیستن. بیشتر به خاطر همینه، چون که وقتی که فقط بین چند نفر بحثا رد و بدل میشه، پچ میشه، از به اصطلاح جریان سازماندهی خود کارگران دور میشن. یعنی من اگه بخوام به ضعف‌های خودمون اشاره کنم، یکی از ضعف‌هایی که وجود داشته در جنبش کارگری ما این بوده، برای که خود منم اونجا که بودن عناصر سیاسی خیلی هم مثلا با ایمان و اینا، ولی بعد از یه مدت چند سالی میشد، 1-2 سال 3 سال نهایتا، بعد نمیتونستن و ول میکردن میرفتن، برای که همه به اصطلاح ذهنیت این بود که اینو مخفی کنیم و فقط بین این 2-3 نفره، فقط این چند نفر مثلا بحث میکنیم، اصلا باز نمیشدن، با کارگرها ارتباط نمیگرفتن، در صورتی که هر مبارزه کارگری اگر بخواد عموم توده ها رو درگیر کنه، نمیتونه با به اصطلاح علنیت بره جلو. یعنی یه سطح مهم کار اینه که شما اینو بپذیرید. مثلا وقتی که فرض کنیم میایم امضا جمع میکنیم که به رفسنجانی اعتراض میکنیم، این اعتراض به رئیس جمهور وقت تو اون شرایط سیاه و سرکوبم به طور علنی باید بدید دیگه، وگرنه اینجوری چیز نمیکنه. وگرنه چطور میتونه این به اصطلاح در این سطح بتونه مطرح بشه اگه در حد چند نفر باشه؟ من به نظرم میرسه که یه بخش مخفی بودن رو ما ناچاریم بپذیریم، اینو قبول دارم. یعنی که بحث من بیشتر در مقابل نگاهیه که از با تاکید بر مخفی بودن و زیاد تاکید بر اینا از اون بخش علنی کار غفلت میکنه و بنابراین سازماندهی به یه عده آدم خاص فقط منجر میشه، چیزی که خب قبلا بوده دیگه، بیشتر سابقه مثلا تشکل‌های سیاسی که اونجوری نگاه میکردن. بحثم در مقابل شما، ولی به هر حال یه بخشی از که مثلا مخفی باید باشه رو من قبول دارم. یه بخش از کار به هر حال یه سطحی که حتی در مورد مثلا این سندیکا هم نگاه کنیم، بالاخره یه بخشی که اون روز چجوری عمل کنن که چی بشه بین خودشونه، نمیشه این در سطح مثلا خیلی وسیع باشه. اینکه چه روز ما اینجوری مثلا ماشینا رو در نمیاریم، چون اگر قرار باشه که این خیلی در سطح خیلی وسیع هم باشه ناکام میشه، اون به اصطلاح بله اون اعتراض لو میره و ناکام میشه. یا مثلا فرض کنیم اون روز که ما اعتصاب کردیم سال 70 نشستیم جلو در رستوران و تکون نمیخوردیم، مدیر عوض کردیم و اینا، خب این که بین خودمون کی دیگه سرتای قضیه رو هم بیاریم یا چی بگیم که مثلا کی مطرح کنیم که مدیر باید بره، که همینجور هم شد شعار میدادیم که مهاجرین باید بره. یه مدیری بود که اون برگشت تهدید کرد، گفتش که طبق ماده 22 قانون کار تا فلان ساعت اگر اینجا نرین همتون ما اخراج میکنم. همینجوری همه رو تو رستوران جمع کرد تا 10 دقیقه بهتون وقت میدم از رستوران بریم، اگر نرین سر کار تا 10 دقیقه دیگه همتون اخراج میکنم. این همین رو گفت. وقتی اینو گفت یه دفعه ما همه برگشتیم تو رستوران، چیزی گفتیم باید بدیم، همه شعار میدادن مهاجرین باید بره.
به فاصله، یعنی همون روز اون از در پشتی در رفته بود، برای اینکه اینقدر کارگر عصبانی بودن که میگرفتن میزدنش. اینی که بعدش ما حالا نشستیم ادامه دادیم اعتصابو، 2 روزم شد، بالاخره اون پاداشه رو گرفتیم. بعد بین خودمون گفتیم چجوری حالا چیت‌سازی مثلا با هم هماهنگ بشیم. خب اینا بین چند نفره؟ یعنی اینا بین چند نفر اگه بخواد خیلی وسیع پخش بشه نمیشه. ولی آیا این که اعتصاب میخواد بشه، اعتصاب مربوط به کارگراست دیگه، باید اون مطالبه علنی بشه دیگه. مثلا ما الان در واکنش به حرف این هممون میخوایم همینجا بشینیم از تو کارخونه تکون نکنیم، یا مثلا اگه ما رو تهدید کردن به اخراج ما اینجوری جواب بدیم، یا مثلا چند تا از کارگرا ما رو بردن حراست بیرون، بردن پاسگاه شابدالعظیم و اینجاها چند نفره. بعد اومدیم ما بین خودمون مطرح کردیم کی به حال جمعش کنیم. یکی رو بردن یعنی چند ساعت بازجویی کردن که چیکار کنیم جمع کنیم. گفتیم خیلی خب ما دیگه حالا اینا مدیریت عقب نشینی کرده، همین که مدیریت رو برکنار کرد و به ما قبول کرد که یه ماه پاداش ما رو بده، ما دیگه تمومش می‌کنیم. ولی اون وقت بعداً چیت‌سازی تهران شروع شد. خب به ما ظاهراً ربطی نداشت ولی در واقع یه جور هماهنگی بین ما به وجود اومد. اون هماهنگی کجا بود؟ یادمه که مثلا ما اومدیم با یه تعداد از اونایی که میشناختیم با هم بیرون رفتیم یکی از این گلگشتا. بعد گفتیم ما اینجوری گفتیم شما بگین دیگه، شما چرا نمیدونید؟ اونا هم رفتن اونجا اعتراض کردن، دستگاهشون خوابوندن. بعد 12 تا کارگر اونجا دستگیر کردن. با اونا بیشتر شدت برخورد کردن، شدت عمل بیشتری به خرج دادن. میتونم بگم که اینجا یه ذره زن بودن ما در مورد کارگرای زن ما کمک کرد، چون مثلا تو رستوران یه نفر اومد خیلی تند با اونا برخورد کرد، مدیر اینا. بعد که میشنیدیم که شورا و اینا گفتن بابا این یه زن بدبخت 3 تا بچه داره، بچه‌هاش مثلا چجوری می‌خواید اینو اخراج کنیم بگیریم. یه دفعه همه کارگرا برگشتن به طرف انجمن و شورا و مدیریت که شما که رحم نمی‌کنین مثلا به یه کارگر زن که 3 تا بچه یتیم داره اینجوری برد. اینا میتونم بگم که جلوی که حالا بخوام خیلی این ور شدت عمل به خرج بدن و گرفت، ولی بردن مثلا چند نفر بازجویی کردن و از این چیزا. به نظرم یه بخشش رو درست میگین، یعنی یه جنبه. ولی اگر نتونه، میخوام بگم که بیشتر این بحث من در مقابل اون نگاهیه که از زور مخفی کاری خود اعتراض توده های کارگر رو ندید میگیره و پای سازماندهیش نمیره. عملا بستر تاثیر نیست، اینو میگم. عملا تأثیری نمیذاره. خب چند تا آدم خوبن کمونیستن تو کارخونه خیلی هم مثلا اینا، ولی منشأ اثر نیستن. منشأ اثر نیستن. شما یه موقع یه چیزی میگی با رفسنجه تو دهنش میزنی، اونا برمیگردن میگه شما از 50 تا موشکی که اینجا زدید بدتر بود. خب ما بین خودمون تقسیم کردیم. اونی رفت امضا جمع میکرد که میدونستیم که اگه این بخواد خیلی به جاهای باریک بکشه، برمیگردن میگه این 2 تا بچه یتیم داره، شما اینو دارین میندازین بیرون مثلا. اونجوری شد. یعنی امضاها رو جمع کردن، کارگرها اعتراض کردن به اینکه رفسنجانی چرا از صیغه دفاع کرده. همین اینجا ولی مثلا به صیغه اعتراض میکردن. ولی اگه میگفتیم مثلا چه میدونم نمیدونم اجازه خارج از کشور برای زن، گفتن به ما چه ربطی داره؟ خب واقعا هم به اونا ربطی نداشت دیگه. ولی برای صیغه حاضر شدن تو دهه 60 به رفسنجانی اعتراض کنن. به نظر چیز اون نکته‌تون درسته ولی منظورم اینه که علنیت برای اینکه بتونه توده‌های وسیع و سازماندهی کنه. در مورد حرف رفیق رحیمم نمیدونم، به نظر سمینار با این تمایی که قرار داده، ما قرار بوده که راجع به یکی از این تما بیایم صحبت بکنیم دیگه، که مال من تشکلیابی کارگری بوده، اون دومی بوده. اگه قرار باشه که نقد سازمان‌های سیاسی باشه، خب منم استقبال می‌کنم، منم حاضرم اون چیزایی که اینطوری نیست که نخواهیم من یعنی حداقل فکر نکنم ما نخواهیم خودمون رو نقد کنیم. اون جایی که اشکال داره اشتباه می‌دیدیم چرا دیگه حاضریم نقد کنیم. ولی خب بحث و دستور جلسه‌ش و سمینار و اینا باشه، ولی اینجا مثلا من قرار راجع به تشکلیابی کارگری بیام صحبت کنم، دیگه نمیتونم مثلا از خیلی چیزایی که مربوط به این سمینار نمیشه صحبت کنم. فکر میکنم فقط این همین از این 3 تا سوال شد دیگه.
تو این کاغذ؟ نه لازم میشه. من 3 تا سوال جان چیزی بود؟ نه. با تشکر از رفقایی که شرکت کردن در بحث این ترتیبی که بحث مطرح شد نکاتی رو میگم. رفیق هرمند اربابی در مورد کمیت و این چیزهای کارگری گفت و اینکه کارگران رو جدا نکنیم جزء جامعه هستن. من فکر کنم به حداقل بحث من دقیقا این نشون داد که طبقه کارگر نه تنها بخشی از خود طیف‌های دیگه یا بخشی از جامعه بلکه صاحب جامعه است. من سعی کردم توضیح بدم که متاسفانه به دلایل متعدد این طبقه بیگانه شده، اختیار ازش سلب شده در حالی که باید قضیه برعکس می بود و اون صاحب جامعه است. یه بحثی از که ایشون هم مطرح کرد که گویا کمیت کارگران دلیلی شده بر این که حقانیت کارگری، حقانیت حکومت کارگری، حقانیت سوسیالیسم کمتر شده. از جمله نمونی که گویا 30% کارگران سوئد و جامعه سوئد تشکیل میدن. اولین بحثی که قاعدتا در مقابل این باید گذاشت، اول این آمارا دقیق نیست. دو، در ثانی در مقابل این آمار باید گذاشت به همون نسبت مدرن شدن اقتصاد و تکنولوژی و صنعت چه درصدی از سرمایه دارن قدرت جامعه و اقتصاد رو در دست دارن. میخوام اینو بگم اگه پس فردا 10 سال پیش 30 سال پیش تو ایران با دهها و هزارها کارخانه و سرمایه‌دار متعدد روبرو شدیم بودی، الان اینجوری نیست. به همون نسبت خود این قبضه شده تو دو بخشی از سرمایه داره. این قانون جامعه سرمایه تو سوئد اینجوری. سوئد الان 2 تا 3% اساس اقتصاد جامعه رو در نظر داره، در اختیار داره. میخوام اینو بگم بس وقتی به آمار مراجعه میکنم خب آمار رو برگردونیم دیگه. حتی اون 30% هم حق واقعی باشه، اون 30% حقش جامعه رو در دست داشته باشه، نه 2% که الان وجود داره. در حالی که در این آمارگیری‌ها همیشه اینو در نظر میگیرن، در نظر نمیگیرن که به فرض این آمارا رو من نیت ایشون رو میدونم چیه، ولی من شخصا با این چیزا روبرو هستم. اونایی که طرفدار نظام موجودن بس این توضیح میدن که بله بدای اینکه کارگران کمن، صنعت پیشرفت کرده، طبقات دیگه هم اومدن جلو، در نتیجه سوسیالیسم نمیشه، کمونیسم نمیشه، کارگر دیگه حکومت کارگری به در نمیخوره، اصلا ممکن نیست. رفت و تمام شد. مارکس هم موجودیتی نداره. من بعدا تو بحث اتفاقات دیگه بهش میرسم. در حالی که من میگم اگر اثر آمار بریم خب اثر برابری و عدالت خب آقا نوبت اون 30% کی میرسه 30% بیچاره کارگری از نظر سرمایه‌داری که این مرتبی آمار محکوم میشه که شما قد فعالیت شدی 30% چه درصدی جامعه کی نوبتش میرسه که این 3% حکومت رو به دست بگیره و اون 10% که کمتر از درصدی که جامعه رو میچرخونه اون دیگه لطفا بیاد اپوزیسیون بشه، اون بیاد دیگه اگه نوبتی باشه نوبتی دیگه. میخواستم اینو بگم که معمولا این آمارها به این نتیجه میرسه که بله کارگر حق نداره طرفدار برای قدرت خیز برداره و در نتیجه سوسیالیسم کمونیسم رفته دوران مارکس نمونده. این چارچوب این بحث که معلومه ما باش مخالفیم. در مورد سازمان‌ها من فکر می‌کنم دستور بحث سازمان‌ها نیست. چرا منشأ شدن چرا نشدن، به همون ترتیبی نوبت بحث مسائل درون کارگری هم تو بحث من نرفتم. تو متأسفانه تو بخشی از تشکلات حتی موجود کارگری اختلافات وجود داره. اینکه وارد این جزئیات بشیم چرا اینجوریه، کلی من یه بس نتیجه میگیرم که همه این پدیده‌ها به جامعه ربط داره، به اوضاع سیاسی ایران ربط داره، به ماندن یه حکومتی که نباید حکومت میشد 30 سال در عمر میکنه. شما من و شما با چپ و راست و با کارگری و غیر کارگری اپوزیسیونش. یکی از دلایلش تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی، اقتدار سرمایه‌داری، سرنگون نشدنش، همه اینا تاثیر داره رو کل انشابات، رو کل اختلافات و هر کسی دنبال راه حلی میگیره که از این منجلاب در این وضعیتی که وجود اومده راه از نظر خودش راه درستی رو پیدا کنه. سوال دیگه چه دوست عزیزمون اسمش رو دستوانه فراموش کردم. بحث‌های من شعاری درست و گویا شورا مربوط به دوران انقلاب و گویا
ما سیاستی در مورد وضعیت طبقه کارگری امروز نداریم و گویا سوالش این بود فرق حزب و طبقه چیست اینا و این نتیجه بود که گویا کل این سیاست پاسیفیزمه عدم دخالت این چیزا. من میگم این بحثا من نمیخوام قطبیش کنم ولی این بحث همون توی که توضیح دادم همون بحث اون دورانی است که کارگران نفت رو سرکوب کردن. همون جا که توضیح دادم مربوط به اون تاریخ که اومدن گفتن شورا بی شورا. همون وقت که اومدن گفتن بابا دیگه ایران ساختار شورایی برنمی داره. رفرم قانون اساسی رو آورده، قانون اساسی جمهوری اسلامی رو آوردن، کارگران بخشی از فعالان کارگری رو به همت سیاست‌های ضد کارگری که گفتم اون وقت جریان توده وینا بودن به بخشی از اون جامعه‌اش کارگران چیز کردن گفتن ما باید بریم تو چارچوب قانون جمهوری اسلامی، شورای اسلامی رو درست کردن. این بحث از اونجا شروع میشه و به اینجا میرسه که بله اگه شما در دل اوضاع اختناق از شورا صحبت کنید، از سوسیالیسم صحبت کنید، از نابرابری صحبت کنید، از سرنگونی جمهوری اسلامی سرنگونی شعاره. چه کاری به اینا رو دارید؟ برگردید برید تو اون قالبی که جمهوری اسلامی برای دوخته، تشکلایی که برای درست کرده، برو اونجا یواش یواش ان شاءالله کارگران راه خودشون پیدا میکنن. همین این بحث دو خردادیه در مقابل کمونیست‌ها و بخش پیشرو جنبش کارگری میذارن. بخش راست درون طبقه کارگر، بخش قانونگراشی که الان تشکل داره، تشکل انجمن صنفی مال این بحثه، خانه کارگر بخوای یا نخوای مال سرانجامش نتیجه این بحثه. عقب نشاندن کارگران رادیکال و زندان انداختنش که من میگم بعد همه اونا در چارچوب اون بحثی که ما داریم ایران میکنیم، اونا رو که به زندان میاندازن سرکوب جمهوری اسلامی این میدان میده به این بحث، ولی بحث رادیکال و انقلابی و کمونیستی در اون طبقه کارگر میخوام به حاشیه بیاندازن و شعاری میشه. و اختلاف ما با اون رفیق به عنوان شخص نه، کل این گرایش از اوایل انقلاب بوده تا امروز هم اومده و به همین دلیل دقیقاً درست میگی. ما شورا رو دوست عزیز من شورا رو پایه پیشرو جنبش کارگری رو میدونیم. کارگران ایران بدون تشکل یابی شورایی، بدون مجمع عمومیاش هرگز نمیتونه در برابر بورژوازی قد علم کنه. همچنان که در 30 سال اخیر نتونسته قد علم کنه. میگه این سنت مال دوران انقلابیه. شرکت نفت و بزایمان و پتروشیمیایی 2 ماه 3 ماه قبل که شوراشو ایجاد کردن و دقیقاً با اتکا به مجمع عمومیش تونست دستاوردش رو کسب کنه. مال کدوم دور است؟ انقلابی یا دوران غیر انقلابی؟ کمیته هماهنگی که 60 نفرش الان ارزیابی من تو در مورد اون نهادها چیه به جای خود برنامه‌های مجمع عمومیش میره تو 60 نفرشون میگیرن. این مجمع عمومی که تو فکر می‌کنی ما دوران انقلابی باید باشه؟ همون تشکل سندیکا و شرکت هفت‌تپه کارهاشون رو برنامه‌های مجمع عمومی دارن ایجاد میکنن، جمع میشن. تو این مربوط دوران انقلابی می‌دونی نه. به این سیاست به این نگاه به من توی کارگر به دست بینا نبر، فقط منتظر تشکل‌های زرد کارگری باشه. و من فکر می‌کنم خطاب منم به هر کارگری اینه که این حرفا رو گوش نده. این حرفا 30 سال به دوره کارگر دارن میرن. و در نتیجه این انفعال نیست. از این انفعال پیش نمیاد. اتفاقا انفعال و خواباندن نبض مبارزه انقلابی طبقه کارگر اون سیاست باعث شده انفعال وجود بیاد. شوخی نیست عزیز من، نزدیک به 3 میلیون کارگر اگه اشتباه نکنم تا 4 میلیون تو تشکل‌های دولتی به عنوان کارگرها انجمن‌های دولتی عضو هستن. میگن نفسی از اونها میبینی؟ همون نکات اولی که من برات خوندم، امضا جمع کردن، اعتراضات و اعتصابات هیچ کدومش از طریق اون نهادها جاری نیست. اتفاقا در اون چارچوب شورایی و مجمع عمومی و فراقانونی داره شکل میگیره و کارگر ایرانی موجودیتش در این رابطه قابل تعریفه. بقیه‌اش در قانون تشکل‌های دولتی به سیخ کشیده شده، نمیتونه تکان بخوره. امضا رو ازش گرفتن، وارد سیاست بشی، بحث بکنی، اعتراض بکنی، اخراجی. در نتیجه من میخوام اینو بگم، این بحث واقعی نیست. بحث مجمع عمومی شورای کارگری مربوط به این دوره، دقیقا مربوط به این دوره و اتفاقا پایه‌های انقلاب کارگری و پایه رشد طبقه کارگر و پایه تشکل طبقه کارگر اینجاست و درست در دوران اختناق
داره ایجاد میکنه و این ابزار پرش طبقه کارگر در دوره انقلابی که بره به طرف قدرت. این نگاه از من و توی کارگر میخواد اگه دوران انقلابی اومد بریم شورامون رو تشکیل بدیم. برعکس اون دوره کارگر باید بره قدرت رو بگیره. تو منو گذاشتی به عنوان کارگر شورای کارگری که دوران انقلابی من بیام تشکل درست کنم که تو خوشت بیاد. نه، من کمونیست، من گرایش کمونیستی تو در طبقه کارگر دوران انقلابی با اتفاق تشکل‌های موجود میخوام پوزه بورژوازی رو به زمین بکوبم، قدرت رو بگیرم. دوران انقلابی کارم اینه، نه کارم تشکل درست کردن. تشکل الان باید درست کنی. قطعا تو دوران انقلابی زمینه راحت میشه تشکل‌های کارگری رو گسترش داد، ما قوی‌تر کرد، عضو بیشتری رو گرفت، خیلی کارهای دیگه رو. ولی دوران انقلابی که منظور از خیزش هاست و برای سرنگونی همه میان بیرون، و وقتی که طبقه کارگر با حزبش با اون تشکلاش میاد بیرون که اجازه نده یکی دیگه کلا سر جامعه بذاره خودش بره قدرت بگیره. و آخرین بحث در مورد ایجاد رفیقمون آکوف کنم سوال کرد، بحث ایجاد حزب کمونیستی. از نظر من حزب کمونیست کارگری وجود داره و من فکر میکنم الان میشه ارزیابی من در مورد احزاب موجود چی باشه. اساس بحث اینه که اول گفتم کارگران به دو پای اساسی نیاز داره. یکی تشکلش که توضیح دادم، از نظر ما تشکل یابی یعنی چی. دوم اینه که کارگران چه به عنوان احاد و چه به عنوان محافل کارگری برای پیشبرد مبارزشون به کمونیسم احتیاج دارن و این کمونیسم نمیتونه منفرد باشه، نمیتونه تکی باشه، نمیتونه هر کس در گوشی خودش سیاست رو پیش ببره و این کمونیسم باید متشکل بشه. تشکل کمونیست‌ها هم حزب بشه و کمونیست‌ها جزئی از طبقه کارگرن. اگه کسی فکر میکنه رابطه حزب و طبقه چیست، اون از یه سری دیگه میاد. رابطه اون حزب و طبقه نمیشه از جدا کرد. از نظر ما، من به عنوان یه عضو حزب، سیاست حزبم، مکانیزم‌های درونی حزبم بی‌ربط باشه به طبقه کارگر، کمونیست نیست. یه حزب کمونیستی نیست. خب من فکر میکنم طبقه کارگر باید وقتی تشکلش و فعالیتاش رو به پیش میبره متصل کنه. این دو حالت داره. یکی این که مستقیما عضوش میشه که من فکر میکنم این بخش فعال و مؤثرشه که فعالین کارگری الزاما این علنی نیست، خیلی مخفی و خیلی این روشن براینده، ولی به عنوان کادرها و فعالین یه حزب کمونیستی کار میکنن و این سیاست‌ها رو جاری میکنن تو طبقه کارگر و نمایندگی میکنن و اون طبقه کارگر و اون رهبران عضو حزبی هستن که در تو سازش تاثیر دارن. حزب منظور مینه کاندید تو کنگره‌هاش، تو تصمیم‌گیری‌هاش تصمیم میگیره. اگه قطعنامه طبقه کارگر، اوضاع اقتصادی طبقه کارگر از کنگره یه حزب بیرون میاد، بیرون علنی میشه، بخش مؤثر این از تدوین شدگانش و یا خط دهندگانش خود فعالین کارگری که امروز در تهران و مشهد کجا و کجا حضور دارن و اینا نقش دارن تو سیاست گذاری. به این میگن یه تحزب. وقتی یه حزب اعلام یه سیاستی میکنه، این سیاست دیگه جاری میشه. وقتی به فرض یه حزب کمونیستی کارگران پیش رو اعلام میکنه، انجمن‌های صنفی کارگران نه، تشکل شورایی و مجمع عمومی، آره، اون سیاست میره همه اون کارگران و فعالین رو میبینه آقا از این انجمن‌ها بیاد بیرون، عضوش نشید، اونا رو ترک کنید، دولتی این تشکل و چیز طبیعی جاری تو به ایمان کارگری میاد اینجا. وقتی یه حزب کمونیستی اینجوری باشه کل اون سوخت و سازه رو جاری میکنه. وقتی به فرض همون جنبشایی که دوست ما فکر میکرد باید ما بریم پشتش، جنبش آقای موسوی و کروبی، خوشبختانه همه اون تاریخ رو یادشون، کارگران اون مقطع یک تشکل کارگری خوشبختانه نرفت پاش. یادم 6 یا 7 تشکل کارگری بیانیه دادن، صف خودشون از اون حرکت ارتجاعی جدا کردن. اون کارگران تو ایران بودن، دیدن عکسای خامنه‌ای رو سوزوندن، دیدن شعار در کنار الله اکبر مرد به خامنه‌ای هم گفتن، ولی تشخیص دادن اون جنبش مستقل اونا نیست و نرفتن توش و اطلاعی رسمی دادن. در نتیجه میخوام بگم خود اون تشکل‌ها میتونن بخش مؤثری از این حزب کمونیستی باشه در این رابطه. یه تذکر دارم فقط. عذر میخوام اگه بشه. وسط بحث نه وسط بحث نیست. من فکر می‌کنم قدر این وقتی رو که الان هستیم کنار هم بدونیم و اجازه بدیم همه صحبت کنیم.
چون من فکر می‌کنم جواب سوالات باید داده بشه، وقتی که داده میشه وقت به دیگران بدید. بله. این 5 تا 6 نفر سوال کردن، رفقا باید جواب بدن. بله. یعنی اونا هر کدوم 5 دقیقه. آخه جواب سوال تکراریه دیگه الان. 6 5 اونو 5 نیم ساعت به اصطلاح به اونا دادیم که سوال بکنن، حالا باید جواب بدن. من نمیتونم بس چقدر این جواب بدم به اونجا برسه که حوصله جمع سر بره، برن گوش ندن به حرفای بقیه. نه خب الان بحثشون تموم بشه، ما دور بعد چند نفر بعدی رو باز چیز می‌کنیم. نه شما حوصله داشته باشید درست. بله، من می‌خواستم این بخش تحضر نتیجه بگیرم. بارا از نظر من تحضر همون نکاتی که بحث کردم، کارگران از طریق تشکلاشون، از طریق محافل کارگریشون مستقیم و یا غیر مستقیم با یه حزبی حضور دارن توی حزب کمونیستی، سیاستاش رو تدوین میکنن، دخیل تو سیاستاش و اون حزب کمونیستی قطعا روشن امروز تو ایران نمیتونه رازی وجود علنی داشته باشه. متاسفانه این حزب مجبوره به معنا طبیعی باشه چهره علنیش، ولی بخش مخفیش در قالب تشکل‌های کارگری، در قالب محافل کارگری، در قالب کمیته‌های کارخانه، کمیته‌های کارخانه همینجا بگم الزاما اعضای حزب نیستن، میتونن نقش داشته باشن تو چارچوب فعالیت‌های همیشه که دنبال می‌کنن. مرسی. مهداد چون؟ این الان من دور اول هنوز دارم نصفشون سوال کردم، نصف بقیه باید الان سوال بکنم، بعد دور دوم شروع کنم. شما نوبت شما دور دوم هست. من اعلامی که دور دوم باز کردم نکردم. رفقای مقدار تحمل داشته باشید درست میشه. خب مقدار شما سوال مطرح کنید. ابتدا سلام میکنم به شما برگزار کنندگان عزیز و گرامی. من احساس میکنم جای این سمینار خالی بود. البته پیشنهادی هم دارم که در انتهای صحبتی که البته سعی میکنم داشته باشم، یک پیشنهادی رو میخواستم به نمایندگان احزابی که هستن یا تشکل‌هایی که هستن، در تقریبا اغلب صحبت‌ها و بحث‌ها راجع به کارگران، چون اینجا یه عنوان عام هست کارگران ایران، یعنی هر کسی که در ایران داره به قول رفیق مریم میتونه کارش میفروشه، در این حوزه باید منظور بشه. اصلا هیچ وقت صحبتی از کارگران بخش کشاورزی نیست. در صورتی که حداقل حالا بنا به آمارهایی که ما در دسترس داریم، من هم با رفیق سلام زیجی موافقم که آمارها اون دقت لازم رو نداره، اما در این حال نمیشه که در بین آسمان و زمین هم ایستاد و بایستی که به یک چیزی تکیه کرد که بر اساس اون یک برنامه رو تنظیم کرد و پیش رو گذاشت. بنابراین میخواستم پیشنهاد کنم، سوال نمی کنم چون تقریبا به تمام این به قول معروف ارگان‌هایی که احزاب و اینها دارن سر میکشم و میدونم که معدود احزاب و سازمان‌هایی هستن که مثلا به این موضوع پرداختند و این موضوع رو تعقیب میکنن. اکثرا حتی در برنامه‌های خودشون هم در چند تا کلمه هم حتی اینو منظور نکردن. اینو میخواستم بهش اشاره بکنم که چیزی هولوش 4,300,000 تا بهره بردار تو بخش کشاورزی داریم که رقم خیلی زیادی هست و چون یک ارتباط دوگانه بین این بخش با بخش‌های دیگه ما داریم با بخش صنعت به خصوص، اینه که نمیشه اینها رو به حال خود رها کرد. یکی از مسائل مهمی هم که تابعه جمهوری اسلامی همیشه تونسته استفاده کنه، رو بخش روستایی حساب ویژه‌ای باز کرد که تکیه خاصی داشته و از اونجا یادگیری‌های خیلی خوبی تو عرصه‌های مختلف در تمام طول دوران حاکمیتش داشته. من پیشنهاد میکنم که این سمینارها برای اینکه نتیجه بهتری داشته باشه از آنچه که ما میخوایم بگیم، آنچه که به درد بخوره و به کار بقیه افراد هم بیاد چیزی کاسته نشه، سمینار برگزار بشه که همراه با دریافت مقاله باشه. یعنی افرادی که میخوام صحبت بکنن اگر این صحبت برخواسته از ذهنیتی هست که حداقل میتونه یک چند صفحه‌ای رو روی کاغذ بیاره، خب ترجیحاً آدم این کار رو انجام میده به جای اینکه ما اینجا بشینیم و
طبیعتا با محدودیت وقتی که داریم بخوایم با هم دیگه مقدار کلنجار بریم، من فکر میکنم اون خیلی بهتره که میتونه آدم ازش یه جمع‌بندی داشته باشه، میتونه آدم ازش تحلیل داشته باشه و حتی پیشنهاد میکنم که همونطور که رفیقمون سلام زیجی هم گفتن، این 4-5 بندی که به عنوان موارد بحث امروز منظور شد تو دستور کار جلسه، هر کدوم یک به قول معروف دنیای از صحبت درش هست، خیلی کلی هست و چیزهای خوبی هم هست که نمیشه از این موارد گذشت. پیشنهاد میکنم که اگر که امکان داشته باشه با رایزنی هایی که میشه این موارد رو ما بیایم ریزتر بکنیم و در اون موارد ریزتر اقدام به برگزاری جلسه و یا دریافت مقاله بکنیم. تشکر. مرستاد. سلام میکنم خدمت من تشکر میکنم از شورای دفاع جنبش کارگری در ایران. واقعا جای این گونه بحث‌ها حداقل توی شهر ما خیلی کار می‌کنه، بحثایی که فوکوس بشه رو مسائل کارگری و واقعا هم فکر کنم صدا میرسه نه؟ درست. فوکوس بشه رو مسائل کارگری که حداقل ما که اینجا یه مقداری دورتر از بچه‌هایی که اونجا دست به عمل هستن تجارب اونا رو مستقیم‌تر بگیریم. من این لیست رو وقتی نگاه می‌کردم من یه سری مشکلات دیدم، مشکلاتی که قشنگ توی جلسه الان نمایانه. و تمام زحمتی که بچه‌ها میکشن من حس میکنم مثلا مول و هدف خود این سمینارها از بین یه جورایی میره، یه جورایی فوکوس نداشتن چه تیماهایی رو بذارن، چه کسایی رو دعوت بکنن برای این تیماها. مثلا این 5 تیمی که الان اینجا گذاشته شده اساساً به چیزهای خیلی مختلفی، یکی مثلا تعصب‌گرایی با فوق جنبش کارگری کمونیستیه، یکی کار علنی کار مخفیه. این دو تا قطار کاملا موازیه که اگه آدم‌ها بشینن توشون از کنار هم دیگه رد میشن و هیچ گونه تماسی هم با هم دیگه ندارن، هیچ ایستگاهی هم با هم ندارن. من مثلا هیچ انتظاری از رفیقمون سلام زیجی ندارم سر مسائل جنبش کارگری ایران صحبت بکنه، ولی سر مثلا تئوری به پیوندید من میتونم بشینم گوش بکنم چی میگه. یعنی توی نگاه و انتخاب این قضیه این به نظر من یه مقداری مهمه که چه کار ما داریم میکنیم و اینا، چون به هر حال همین ما بخوام فردا جمع بکنیم بفرستیمش مثلا توی یوتیوب یا توی فیسبوک یا یه جای دیگه بالاخره معلوم بشه که ما این سمینار سه بحث پیش برده، نه اینکه همینجوری نوک همینجوری زدیم رفتیم. مثلا آقا جنبش شورایی ما سال 57 داشتیم، خیلی هم خوب بوده فلان بوده و چیز نداشته. یه بحث دیگه میادش که آقا که مثلا ما الان وضعیت تبلیغ کارگر زیاد خوب نیستش و کارگران وضعشون خراب شده و تعدادشون هم کم شده. من یه نکته رو بگم تو رابطه این دوستمون. من یه ببینید تبلیغ کارگر این درک خیلی عقب افتاده است که از کارگر دارن که ما معتقدم که کارگر فقط تو کارخونه‌های نمیدونم فلان شکل میگم با کارگرای بزرگ و اینا. یه کالا از زمانی که مواد در بدیه‌اش شکل میگیره تا زمانی که مصرف میشه پروسه‌های مختلفی توی این گردش انجام میشه، گردش سرمایه که هزاران کارگر روی این پروسه کار میکنن. بخش خدمات هست، بخش نیروصنعت هست، بخش توزیع هست، ترانسپورت هست، بخش کشاورزی هست. من اون تصور رو ندارم الان دیگه مثلا توی سوئد آدمایی که مثلا دارن حتی کار کشاورزی به قول قدیم میکردن شکلا کار کشاورزی، اما تو سیستم که نگاه کنید تو سیستم تولید کالاییه. من معتقد نیستم اینجوری. من مثل رفیقتون رضا طالبی اعتقاد ندارم که توی جامعه سوئد دیگه ما کارگر نداریم و مشکل کارگر رو حل بکردیم. اگر رضا طالبی ساعت 6 صبح بلند شه بیادش توی صفای اتوبوس وایسته میبینه توی من سرمایه 20 درجه این آدمایی که دارن میرن سر کار میکنن کارگرای ورد، کارگرای ولوو هستن، چشاشو نبنده سر این روند تولید وجود داره و من معتقدم اتفاقا من معتقدم عینیت جامعه سرمایه‌داری تو جهانی رو نشون میده. طبقه کارگر امروزه بیش از
چه به تعداد، چه به کمیت، چه به کیفیت تعدادش بیشتر از هر طبقه و قشر دیگه ایه. میتونیم به چین نگاه کنیم، میتونیم به هند نگاه کنیم، میتونیم به برزیل نگاه کنیم، حتی میتونیم به ایران نگاه کنیم، حتی میتونیم به سوئدتون نگاه کنیم که این وجود داره. بخش وسیعی طبقه کارگر اینجوری نیستش. من تو رابطه با این چیز من معتقدم اگر امکان داره سمینارهایی که برای دفعه بعد میذاریم یه مقداری تیماهاش محدودتر باشه. مثلا یه مرتبه من پیشنهاد میکنم، طبیعتا بچه‌ها خودشون تعیین میکنم، مثلا یه مرتبه سر کار علنی و کار مخفی بحث بشه که بگیم که آقا اصلا این مقوله چیه. رفیقمون که اونجا خیلی قشنگ توضیح دادش سر این قضیه که آقا ما تو کارخونه کار میکردیم موقع چیز بالاخره یه نفر آدمی باید بیاد این اطلاعیه رو علنیش بکنه دیگه. دستاوردهایی که به هر حال بچه‌ها کار کردن و اینها باشه. این جوریه که مثلا بچه‌ها خارج از کشور میتونن حتی نوعایه، چون مثلا یه سری چیزا هستش مثلا کلی دستاورد مثلا آمریکای لاتینه، مال همین اسپانیاه و نمیدونم مال خیلی جاهای دیگه است، همین الان توی یونانه. اگه بشه مثلا حتی از این بچه‌ها مثلا دعوت کرد که آوردش اینجا و واقعیتا یه تبادل چیزی میشه بین چیزهای مختلف تو سطح جنبش کارگری جهانی. چشم. مرسی. من بیشتر فوکوس خود من روی اینه، یعنی شما الان بعد دفعه بعدم حتی دعوت کردین اسم یه فعال کارگریه، یه دونه حزب کمونیست ایرانه و حزب کمونیست کارگریه. موضوع بحثش معلوم نیه، یا شما موضوع بحث رو حواله کردیم به خود اینها باز هم پشتبنده ها؟ من درکم همینی بودی که مثلا چون رفیقمون مریم از من پرسید و گفتم رفقای سازماندهی این سمینار این تیما رو تعیین کردن، شما یک محور از این تیما رو میتونید در سمینار امروز صحبت کنید. درک من اینطوری بود، یعنی درک من اینی نبودی که سلام هر 5 محور رو فوکوس بکنید، بلکه یک محور از این 5 محور انتخاب میکنید، اون 4 تا میمونه برای سمینار بعدی، همینطور سمینارهای بعد. من درکم مثلا ای صحبت میباره که تندشی داشتم این بود، اینطوری من گرفتم. حالا هدف شورا این بوده که به اصطلاح حول این 5 بند صحبت میشه. اینو ما به عهده خود سخنگوها گذاشتیم. منتهاش میتونه که تماس گرفتن روشن نشده یا سوال از اون مطرح نشده که خب منظورتون چیه که اینا رو به اصطلاح نوشتیم. بعد کسی به اصطلاح اجباری نیست که هر کسی به تمام 5 تا امکان داره. من نقطه قوتم این باشه که یکی از بحث‌ها رو بپردازیم. نفر بعدی صمد. من از هر دو رفیقمون سوال دارم. سوال اولم از رفیق مریم هست. به عنوان یه شکلی از تشکر طبقه کارگر و تشکریابی توی محلات از تشکریابی زنان کارگر و یا زنان صحبت میکنن. آیا این تشکریابی یه تشکریابی دموکراتیک است یا یه تشکریابی طبقه کارگر به نفع سوسیالیست و یا اون چیزی که خودتون ازش استفادیم برای هدف است؟ به عنوان یه بخشی از تشکریابی طبقه کارگر میتونن قبول کنن، ولی به عنوان یه استراتژی که بتونه طبقه کارگر رو بسیج بکنه، سوالم این هست که آیا هدف شما این هست؟ سوال دوم، یعنی به نظرم یه تشکریابی پوپولیستی توده‌ای که هیچ افق سوسیالیستی خودش نداره رو با خودش هم میکنه. سوال من این هست، شما افق سوسیالیستی تو این تشکریابی کجا میبینید؟ و اینکه این تشکریابی رو در رابطه با حزب، یعنی مثلا فرض کنید
آره این تشکریابی رو یه مدتی داریم، 5 سال 10 سال فلان سال. آیا این تشکریابی منجر به یه تشکیل حزب هست؟ آیا توی برنامه حتی شعاری شما پیش به سوی حزب طبقه کارگر وجود داره به عنوان یا آلترناتیو اجتماعی؟ سوالم از رفیق سمام این هست که بله توی تعریف و توضیح جامعه خب هممون کم و بیش وارد هستیم، خیلی مثال‌های خیلی زیادی رو از جامعه میزنیم، اتفاقاتی که افتاده، اتفاقاتی که داره میفته، اعتصابات، تحسن، اعتراضات اینا. ولی شما به عنوان یه حزب، حالا به قول شما حزب کمیته کارگری، از یه حزب سراسری طبقه کارگر تو ایران حرف میزنید یا به عنوان اتفاقات مجرد تو این شهر و یا تو اون شهر؟ آیا ارتباطی به کمیته طبقه کارگر تو ایران داره یا اینکه شما تمام این جریانات اتفاقات طبقه کارگر رو به عنوان یه مثلا اتفاقات خودجوش توی جامعه که هیچ افق سوسیال شب نداشته باشه، فقط اعتراضات کارگری میتونه داخلش داشته باشه رو میبینید؟ ارتباطش با حزب طبقه کارگر چی هست؟ یه سوال دیگه هم از شما داشتم، اونم اینه که خب مجمع عمومی بله بسیار خوب، خیلی خوبه مجمع عمومی شوراها، ارتباطشو با حزب چجوری میبینید؟ این شوراها آیا چه به اصطلاح ابزار ذهنی با خودش حمل میکنه؟ آیا شوراها فی نفسه میتونن حتی اگه به اسم طبقه کارگر باشن، حتی شورای کارگری باشن، میتونن با خودش ذهنیت سوسیالیستی را هم بکنن؟ یا اینکه حزب باید بتونه طبقه کارگر رو بسیج بکنه؟ مرسی. ممنون. با سلام به دوستان، ممنون از اینکه این سمینار رو تشکیل دادیم و بالاخره داریم قدم‌هایی برمی‌داریم برای اینکه بتونیم دور هم جمع شیم. من آدم چندان با حوصله نیستم، ببخشید دوستان، واقعش این مشکل رو از زندان دارم. از سال 60 که دستگیر شدم، ببخشید خیلی کوتاه میگم، و 64 و همه این افرادی که اینجا نشستن رو به شکل دیگه تو زندان دیدم که امتحان رو پس دادن، شعار امتحانش رو پس دادن و عملش هم بعد از سال 64 تا 64 که زندان بودم، وقتی اومدم بیرون دیگه هیچ اقدام علنی نمیتونستم بکنم، برای کار نمیتونستم مثل مریم فعال باشم تو کارخونه ها، هر جایی که میرفتم درها بسته بود. و وقتی که باز دوباره اومدم با همین حرکت های NGO ها و جنبش هایی که در سطح کشور و از طرف این دوستمون رد میشه که اینا مثلا جنبش های اصلاح طلبانه و اینا هستن و به این شکلی باز میخواستم تو همین طبقه‌ای که تو همین مردمی که واقعا احتیاج دارن میخواستم کار کنم. دستگیری دومم بود که با کی بود؟ اوسانی بود. یعنی برای امضا جمع کردن برای آزادی این شخص ما مشکل پیدا کردیم که حتی نمیتونستیم بگیم کجا ما با هم دیگه تونستیم تماس بگیریم. یعنی عمل رو باید واقعا موقعیت‌های عملی رو هم باید در نظر بگیره. من هر چی که فکر میکنم میبینم که این سازماندهی مخفی و سازماندهی علنی باید روش فکر بشه که چطوری باید با هم دیگه ادغام بشه، چون اون مردمن که باهاش سر و کار دارن. من و شما که اینجا نشستیم که واقعا نمیتونیم حال اونا رو درک کنیم. و وقتی که عذر میخوام آقای ریجی، وقتی که شما از تشکل‌های زرد صحبت میکنین، من میخوام از شما سوال کنم، شما چند سال ایران نبودین؟
امیدوارم باز هم اینجوری کنار هم بشینیم و با هم دیگه صحبت کنیم. من یکم بی‌حوصله‌ام و شاید حتی یه مقداری از صحبت‌های شما راضی نبودم، ولی دوست دارم باز بشینیم چون مردم اون کشور دچار مشکلن. مردم اون کشور دارن از بین میرن، نابود میشن و فردایی ممکنه وجود نداشته باشه. ما از همه این لحظات باید استفاده کنیم و این وقت رو ارزش بهش بدیم. قربانش. خب کی غلام وقت داشت وقت میشه داد به تو. من یک من فقط یک سوال از رفیقمون مریم داشتم. تشکر میکنم که این جلسه رو برگزار کردیم. البته این یه ترندیه که جدیداً آغاز شده و صحبت از زنان کارگر میکنه. کارگر یه طبقه هست که بالاخره نیروی کارشو میفروشه و باش زندگیشو میگذرونه. فکر نمی کنیم که این نوع طبقه بندی کردن زنان کارگر، حالا خب جنبش زنان بالاخره مطالبات خودشو داره، ولی تقسیم کردن کارگران به زن کارگر، مرد کارگر به ادامه اون سیاست جمهوری اسلامی نیست که به تبعیض جنسیتی رو به بخش کارگری جامعه هم میکشونه. چرا این ترم رو استفاده میکنین اصلا؟ مرسی. راستش این سوال رفیق صمد رو من درست متوجه نشدم. ایشون گفتن در مورد تشکلیابی در محله، در مورد زنان کارگر و زنان گفتی این یه تشکل دموکراتیکه به عنوان استراتژی طبقاتی. من واقعیت زیاد من متوجه نشدم. میخواید توضیح بدم؟ نه چون که سوالت بعد پرسیدن که در ادامهش هیچ افق سوسیالیستی داری؟ خب قطعا، یعنی اگر سوالتون اینه قطعا من طرفدار همین تشکل طبقاتی هستم و به نظر من اگر ما میگیم سوسیالیست یعنی که خود طبقه کارگر قدرت رو بگیره، نه این و اون کسی یا کسانی به نیابت از اون. من اعتقاد دارم بنابراین این چیزی که شما میگی که هیچ افق سوسیالیستی داری 100% میگه و همچنین آلترناتیو من قطعا، برای که توضیح هم دادم، یعنی فکر میکنم سوسیالیسم فقط باید یعنی نظام سرمایه‌داری از بین بره که من معتقدم که باید تشکل‌های طبقاتی به وجود بیاد. در مورد سوال رفیق کریم در مورد زنان کارگر که گفتیم، اتفاقا من فکر میکنم که زنان کارگر و پایین طبقات پایین و محروم خیلی نقش بزرگی دارن تو به اصطلاح در متشکل شدن طبقه کارگر. چرا؟ چون اونا مثل لولا هن. از این طرف یعنی جایی هست که جنبش زنان رو به جنبش کارگری وصل میکنه. ببینید تجربه مشخص هم بگم، تو چند سال گذشته فکر کنم مربوط مثلا به شاید 7-8 سال پیش بود، ما که خب طرفدار زنان پایین و محروم جامعه بودیم، با یه تعداد فعالای زن آشنا شدیم. فعالای زن دیگه که برای همین فعالان حقوق زنان، بعدن بله با فعالان حقوق زنان بعدن وقتی که صحبت میکردیم سر چند تا چیز مشخص، یعنی اینکه آیا واقعا شما اعتقاد دارین که خود زنا اگر که ما به برابری واقعی زن و مرد اعتقاد داریم و میخوایم این
باشه به وجود بیاد، آیا شما قبول دارین که بستر تغییر خود زن‌ها باید باشن؟ اگه میگین نیمه جامعه میگین زنن که قبول، نیمه جامعه اینا کیان؟ این نیمی از زنان که شما اعتقاد دارین همه طبقه متوسطی و طبقه بالا، چند درصد واقعا طبقه متوسط و طبقه بالا هستن؟ این پاسخ مشخصه، یعنی اکثریت زنای ما زنان پایین و زحمت کشن. خود بین اینا کسایی شدن واقعا این اتفاق افتاده که میرفتن تو محلات جنوب شهر اعتقاد داشتن که خب باید، راست میگه، این باید اگر که قراره که تغییر ایجاد بشه خود اینا بر منشأ اثر بشن. یعنی این پرسش در مقابل جنبش زنان، اگر واقعا شما اعتقاد دارید. از طرفی من همین اعتقادم به جنبش کارگری دارم، چون جنبش کارگری ما بافت و ساختار مردونه داره. میخوام بگم نصفی رو گذاشته کنار، در جایی که شما اگر ایشون یکی از این رفقا صحبت خوبی کردن که گفتن ما باید بحثی که میکنیم بر بحثی باشه که بر مبنای داده های باشه، منطوری که نمیتونیم بگیم. الان کارخونه هایی که این سالهای مثلا حداقل در 15 سال گذشته از برنامه تعدیل ساختاری رفسنجانی به این طرف که کسایی که جنبش به اصطلاح اخبار جنبش کارگری رو مرتب دنبال کردن میدونن شروع دهه 70 مصادف بود با اخراج سازی‌های گسترده تحت عنوان چی؟ تحت عنوان تعدیل نیرو. یعنی به عنوان تعدیل نیرو ما با تعداد کمتری میتونیم کارخونه رو بگردونیم، بنابراین کارگر برای اینکه بتونن هم اخراج کنن مثل الان نبود، خیلی قراردادها رواج داشته باشه، مجبور بودن یه توجیهات رو به اصطلاح با کلک و حقه باشه. میگفتن مثلا شما بیاین با این مقدار پول بگیرین بازخرید کنین خودتون برین. برای کارگری که همیشه حقوقش خیلی پایین بود مثلا مبلغی بود دیگه. من یادم مثلا خیلی با مبلغی که بعدا رفتن دیدن اصلا هیچ کاری هم باش نمیشد بازخرید شدن اومدن بیرون. وقتی که اونا بازخرید میشدن میامدن بیرون که مثلا اینا ظاهرا میخواستن کارخونه رو با به اصطلاح کوچیک‌تر اداره کنن. خب بعد این کارخونه رو چجوری اداره کردن؟ خیلی از این تو کارخونه من و خیلی جای دیگه که من سراغ دارم میتونم یکی اسمش رو بیارم. اینا میامدن بخش زیادی از کار رو میدادن خونه. مثلا کارخونه ما پیچ‌گوشتی برقی داشتیم. پیچ‌گوشتی برقی میدونید تو یه ساعت شما یعنی از تو یه ساعت فکر کنید چند تا رو میتونید پیچو صفر کنید. شاید مثلا بخوام الان حساب کنم شاید تو روز 5000 تا رو ما میتونستیم با پیچ‌گوشتی برقی صفر کنیم تو ساعت مقرری. خب شما ببینید اون نیروی کار زن چقدر باید ارزون باشه که مدیریت ترجیح بده مثل خونه زن‌ها انجام بدن. اینا میومدن با کیسه ها، اصلا همینجوری بود موقع که سرویس ما خواستیم سوارشیم با کیسه های پیچ و اینا رو میدادن ترمینال برق مثلا بدن زن‌ها تو خونه ها اونا رو زن‌ها صرف کنن. شما ببینید چقدر باید اون ارزون باشه که کارفرما براش بیارزه که حتی از پیچ‌گوشتی برقی نخواد استفاده کنه. یعنی همون 5000 تا که شما با پیچ‌گوشتی برقی میشد اونو میداد نیروکاری که زنان انجام. خب اینا حالا تو به اصطلاح عرف جامعه چی میگن؟ این جزء زن کارگر نیست، ولی واقعا این هستن یا نیستن؟ فقط با دستمزد کمتر و بدبختی بیشتر دارن کار میکنن دیگه. خب بودن دیگه دور اطراف ما میرفتیم مثلا با ناهار و شام و سر هر چیزی یک خودش و چند تا بچهش با پیچ گوشتی هی دارن این پیچا رو صفر میکنن. شما این نیروکار رو میخواین بگی که چون که تو کارخونه کار نمیکنن اینا باید الان درصد بالایی از نیروکار ما هم اینا هم. پس این کارخونه که تعطیل میشه اینا خیلی تازه تعطیل هم نمیشه وقتی اصلا کوچیک کردن. الان کارخونه های مثلا پارس الکتریک، البرز اینا کوچیک یعنی با تعداد کمتری پرسنل. بعد میامدن چیکار میکنن؟ اینا این کارا رو میدادن زنا تو خونه ها انجام بدن. یعنی بدبختی نیروکار دیگه. نیروکاری که نه تنها نتونسته اونقدر به اصطلاح چیز کنه که سرمایه رو عقب بزنه، اینجور به روزی افتاده که زن بشینه تو خونه مثلا ساعت‌ها پیچ‌گوشتی با دست پیچ‌گوشتی به چیز کنه، پیچو صفر کنه. حالا وقتی که ما تاکید میذاریم رو زنای کارگر،
برای چیه؟ برای که این نیروکار عملاً از چشم مقامات و اصلا از عرف جامعه حذفش کردن، ما ولی دنبال رو همون نگاه هستیم. این یک. دوم، اگر ما اینو محور سازماندهی قرار ندیم، میدونید چی میشه؟ اون سطح دستمزد طبقه کارگر میکشه پایین. چرا؟ وقتی که اون داره با اون قیمت کار میکنه، دیگه کارفرما نمیاد که یه نفر جدید رو بیاره که کار انجام بده که. میگه خب با این نرخ دارن برای من کار میکنن دیگه. اون نیروکار وقتی که میگه متشکل بشه، اون نیروکار بعد متشکل بشه، یعنی که اون نیروکار دیگه حاضر نباشه، مثل همون ایشون یه مثال زدن کارگر افغانی، دیگه حاضر نباشه با این قیمت کار کنه. ولی تا کی میشه چیز کرد؟ تا زمانی که متشکل نیست. چون متشکل نیست الی نهایی این کار میشه. مثلا فقط پیچ و مهره است. بالابر ماشین چیه؟ همین بالابر به اصطلاح دستگیره در ماشین. شاید فکر کنید که مثلا ایران خودرو با اون عظمتش، پارس خودرو، مجموعه سایپا، اینا مثلا فکر میکنید همه اونجا تولید میشه. همین این بالا براشون 1200 تا کارگاه قطع سازیه که اونا رو اونجا انجام میدن. یعنی نمیصرفه برای کارفرما که تو کارخونه این تولید بشه. بعد تو محور از ورامی تا قرچک ورامی چند تا دهه. تو اون چند تا ده ببینید مردم چجوری ارتزاق میکنن، میگیرن این بالابرا رو با بالابر ماشین دیگه با پیچ و اینا به نرخ چی به این بدبختا میدن که اونجا بیان این بالابرا رو بپیچن. بعد ما این نیروکار رو حذفش میکنیم. این نیروکار رو کی میکنه؟ مردا که نمیشینن اکثرا اینطوری، یا پیرمردان یا زنان، بچه‌ها میشینن. بعد اگه این نیروکار متشکل نشه، ما میتونیم بگیم وضع طبقه کارگر بهتر میشه دیگه، نیروکار قراردادی و اینطوری بندازنش بیرون و این وضعه. بنابراین من فکر میکنم که اتفاقا اون متشکل کردن زنان کارگر جزء واقعا واجب ترین کارهایی که ما باید انجام بدیم. دیگه نمیدونم یه آقای مرزاد صحبت کرد، من با شما موافقم. کشاورزی رو گفتیم 4,300,000 4 میلیون به نظرم درسته. یعنی وقتی که ما باید خب روی این جنبه فکر کنیم و اینا. بعد دیگه فکر نمی‌کنم. یکی هم آقای مرزاد صحبت کردن که ظاهراً سوالی چیزی نبود نظرشون. من از خیلی عضو بخوام راشید، ما چون یه تعهد دیگه ای داریم در رابطه با یک کاری باید از حضورتون مرخص بشیم. از جمع خداحافظی می‌کنیم. رفیق پروانه گفت گویا من NGO رو رد کردم. گفتم اعلام کنم که من چنین وسیله نکردم. نه تشکر